مطلب سیاف میزراب سردبیر هفته‌نامه SSSR. هفته پار در تاریخ دیپلماتی تاجیک و دولتداری ما واقعا هم سرمحصول و غنی بود، زیرا در طول نیمه اول آن سرور دولت ما در 3 سمت شرکت و سخنرانی نموده واقعا تاجیکستان را در جامعه جهانی بار دیگر مسبی ارزیابی نمودند. همه‌اش از سفر به روسیه سر شد. 21 نوامبر سال 2023 اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مسکو آمد. جزئیات این سفر را رسانه‌های ملی گفتند. البته ولی از دید ما مهمترین ویژگی سفر رسمی آن شد که ولادیمیر پوتین اخیراً بر تمام سروران کشورهای آسیای مرکزی نشان داد که کی را دوست واقعی می‌شمارد و به کی بیشتر باور و تکیه دارد. طور معلوم قبل از این سفرهای رسمی پرزیدنت همسایه کشور ما نیز به فدراسیون روسیه انجام یافتند، ولی یگام نفر آنها را با همه عزت و حرمت از شخصیتشان ولادیمیر پوتین اینقدر پذیرایی نکرد که سرور دولت ما را. گفته می شود امامعلی رحمان سومین نفر گشت که در تاریخ دولتداریش پرزیدنت روسیه به خانه شخصیش در کرمل به مهمانی خواند و در آشخانه فردیش با او یک پیاله چای گرفت. چون این شرف قبلا تنها 2 نفر را نصیب گشته است، یکی سی جین پین سرور خیتای و الکساندر لوکاشنکو پرزیدنت بلاروس و اینک امامعلی رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با آتشدان شخصی ولادیمیر پوتین دعوت شد و آنها سر یک دسترخوان چای نوشیدند و صحبت آراستند. شاید بیننده عزیز فرق نگذارد که صحبت در کرمل از صحبت در کخنی پرزیدنت فدراسیون روسیه چی فرق دارد. البته فرق دارد. این به معنی است که امامعلی رحمان و ولادیمیر پوتین عضو یک عائله اند. در این مورد دیگر تشریح لازم نیست. جهت دیگری مثبت سفر مزبور این هم شد که به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آردن برای خدمت در نزد وطن درجه 3 تقدیم گردید. این از آبرومندترین و شرفمندترین جایزه دولتی است. گفتن جایز است که از این میان سروران کشورهای همسود با این آردن تنها پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سزاوار دانسته شده است و بس. 22 نوامبر سال 2023 اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به سفر کاری جهت اشتراک در جلسه نوبتی شورای امنیت دسته‌جمعی سازمان اهنامه امنیت دسته‌جمعی به جمهوری بلاروس تشریف آوردند. در این سفر جناب عالی با دوست دیرینه خود الکساندر لوکاشنکو دیدار و گفتگو کرد. طور معلوم الکساندر لوکاشنکو یکی از خیرتمندترین سروران دولت‌های عضو اتحاد دولت‌های مستقل یا خود اسنگ میباشد. با مصلحت این پیر خیرت بسیار دولت‌های اسنگ از کاتاکلیزم و تبادلات جلو گرفتند. نمونه برجسته‌اش تبادلات دولتی 4 می سال 2022 در قزاقستان است که قریب آستانه رسمی میان شکن می‌گردید، ولی با تشبث و دستگیری سروران کشورهای عضو سپاد این دسیسه خاموش شد. روی هم رفته در تاریخ 24-25-06-2023 مز لوکاشنکو توانست از سرفرمانده سرویران واگنر به سوی مسکو جلوگیر شود و این آشوب را که میتوانست به جنگ گرجدنی رساند به یک تیر ولی با 2 دهانگب خاموش سازد. و لازم به یادآوری است که لوکاشنکو از همه سروران دولت‌های همسود مز به امامعلی رحمان عزت و حرمت ویژه دارد که شخصاً راقم او سطور شاهد حال در سال 2010 در داخل کرملین مسکو حین سرور روسیه بودن دیمیترو مدودوف بودم که موضوع صحبت دیگر است. 24 نوامبر سال 2023 ساعت به وقت باکو 12:30 اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در حاشیه سمیت برنامه مخصوصی سازمان ملل متحد برای اقتصادیات آسیای مرکزی در شهر باکو با پرزیدنت جمهوری آذربایجان محترم الهام علیف ملاقات دایر نمودند. پیشوای ملت در این دیدار قید کردند که ما به مناسبت‌های با اعتماد بین تاجیکستان و آذربایجان در همه سمت‌ها بهای بلند می‌دهیم. سال 2023 صرف نظر از تمام بحران در نظام روابط بین المللی برای مناسبت‌های دو جانبه ما خیلی باقرار بود که یکی از این پدیده‌های مهم آن سفر دولتی محترم الهام علیف به جمهوری تاجیکستان است. ضمن واخوری مسئله های حل طلب منطقوی و بین المللی نیز مورد گفت و شنود قرار گرفت. تاکید گردید که تاجیکستان خواهان به منطقه امن و شکوفا تبدیل یافتن قفقاز جنوبی می باشد. خاطررسان می شویم که قفقاز جنوبی بعد به تسلط باکو گذشتن قره‌باغ کوهی ناآرام گردید.
الهام علیوف پرزیدنت آذربایجان در این گیرودارها اتحاد اروپا را متهم کرده سنگ ملامت مست بر دهان پرزیدنت فرانسه ماکرون کوفته گفت پاریس نه تنها کلونیا یا خود دولت غلام‌های پیشینه اش را در افریقا می‌شمارد که حتی در قفقاز جنوبی نیز بینی می‌خلاند. الهام علیوف به آن اشاره کردند که اتحاد اروپا بعد سرنگون و بدام بلا کشیدن گرجستان و اوکراین اکنون به دامن ارمنستان و مولداوا چسبیده است تا وضع در قاره قفقاز و اروپای شمالی یا خود سابق منطقه غربی شوروی باز هم داغ‌تر گردد و این در حالی است که در طول تقریبا 2 سال اخیر جنگ در اوکراین هزاران هزار اسلاویانی در سابقه 30 سال پیش عضو یک دولت SSSR همه روزه مردن دارند. وضعیت در افغانستان نیز طور معلوم بغرنج باقی مانده است که تهدید به مرزهای جنوبی سابق دولت شوروی است. واقعا هم در این گیرودارها نه هر یک کشور تاب می آورد. ضمناً بار دیگر گازیته مردمی SSR از خوانندگان خود دعوت می کند که زیرکی سیاسی را رها نکنید، اطراف حکومت مرکزی و سرور خیرتمندمان امام علی رحمان اتفاق نظر ببندید و متحد گردید.